خب یه سری من این عکس رو باز کردم. یه سری تنظیمات هست اینجا این پایین. اینا چی هن اینجا؟ نکنه نوشته از کپی. همین عکس که اینجا شما سر ما وارد نرم افزار کردم، همین رو سیو ازش کنم تو همون فولدر. اگه که از کپی رو بزنم اینجا نکنید، اسمش میشه copy.jpg. یه کپی ازش اونجا میگیره. البته حواستون باشه این اسم انتخاب باشه، اگه خالی بزنید هم باز کار میکنه. البته فکر کنم فایل انتخاب کنید دیگه از کار بیفته. اوکی، اما یه تو فضای خالی کلیک بزنید و اینو انتخابش کنید. نکنید نه الان که جواب نمیده، بذاریم من پسوند عوضش کنم دوباره. نه ظاهرا از کار میافته. پس حواستون باشه تو اولین سیوزی که میزنید اگه از کپی بزنید میتونید کنارش یه کپی ذخیره کنید که اگه بیام تو پوش فوتو که نوشته 3 کپی و 3 کپی رو داخل نرم افزار باز نمی‌کنه. این موردی که باید در مورد سیوز بدونید. یه مورد دیگه هست، یه سری پایین تنظیمات ریخته، اینا چی ان؟ همشون نمیخوام اینجا بررسی کنیم، دونه یادشون بگیرید، اصلا چیز عجب غریبی نیستن. من میام اینجا، میام تو چنل، یه دونه لایه آلفا میسازم اینجا، نکنم آلفا 1. حتی این بالایی رو انتخاب میکنم که همه تصاویر رو نشون بده. یه لایه اینجا میسازم، میام سراغ ابزار خط چکان، روش کلیک میکنم نگه میدارم. نوت هم برمیدارم، یه نوت هم مثلا اینجا میزنم. کاری ندارم حالا چی هست چی نیست چه کنم، فقط میخوام اون تنظیمات اونجا ببینید چه اتفاقی میفته. ببینید اینا فعال شد، اینا فعال میشه. خب این لیر آلفا، چنل، نوت، این از کپی اینا رو که گفتیم، اسپات کالر اینا که بعدا میون در موردشون بیشتر صحبت میکنیم. اوکی، اینا رو وقتی اضافه میکنیم، مثلا لایر اضافه میکنیم، لایر تیکش هست. اگه لایر تیکش برداری میبینی اینجا وارنینگ داده به ما که میگه این فرمت باید با لایه ذخیره بشه. اوکی، تیکشو برمیداری اینجا اخطار ما میده. یه آلفا چنل رو برداریم، دیگه آلفا چنل رو حذفش میکنه. اینا رو هم در نظر داشته باشیم. خب نوت هم که اینه که نوت باشه، این نوتی که ما اضافه کردیم یا نباشه. این اطلاعاتی که با خودش داخل اون فایلی که ذخیره میکنه اوناست. یه قسمت دیگه داریم، من اینو ریورتش کنم. با ریورت قبلا کار کردیم. یه قسمت دیگه داشتیم اونجا به نام ICC پروفایل. اوکی، که این پروفایل اینجاست sRGB بود. من میتونم رو اردو RGB بزنم 1998 اوکی بزنم، این تغییر میکنه دیگه. دوباره میام اینجا ببینیم تغییر کرده یا نکرده. بله تغییر کرده. الان بیام سراغ سیو از، اینجا نکنید ICC پروفایل نمیشه ادوبی RGB 1998. این باعث میشه پروفایل رنگی ما تو عکس حفظ بشه و با اون منتقل بشه. این از این. باز اگه بریم سراغ ترفند باشه، ترفند گفتیم، پسوند تیف، اینا به همون صورت اگه لایه باز اونجا چند تا آلفا اینو اضافه کنید با همون شکل کار میکنه. حالا با بقیه تنظیمات چند به مرور زمان آشنا میشین. این چند تا نکته بود باید در مورد قسمت سیو از میدونستید. موفق و پیروز و سربلند باشید.